السلام علیکم خواهران عزیز. امروز ما از میوه ها ساک طبیعی تیار می نماییم. من در سطل کلام 5 لیتر آبی تازه را انداخته میوه ها را شسته از میسروفکه میگذرانیم، یعنی با پستایش از میسروفکه میگذرانیم. بعد در این آب میاندازیم. اینجا تقریبا 4 کیلو میوه هست، هم سیب و هم اپلسین، تقریبا 4 کیلو. انا بعدی که این جوشید علاب رو پست میکنیم. در علابی پست مزه میوه ها در آب میبراید. بعد از ستکه میگذرانیم. همیشه ساک طبیعی حاصل میشود. خواهرای عزیز، ساک ما جوشته شده است. ما آتش رو کمتر پست میکنیم. در آتش پستر نیم ساعت ساک ما میجوشد. بعد نیم ساعت ما از ستکه میگذرانیم. بعد شکر و جوهر لیمون همراه می نماییم. خواهران عزیز، ساک ما نیم ساعت جوشید. ما از ستکه میگذرانیم. همش رو از ستکه میگذرانیم. بعد باز در این سطل انداخته شکر و لیمون کیسلات انداخته میجویم.